بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خداوند متعال در آیات 180 سوره مبارکه بقره و 106 سوره مبارکه مائده به مسئله وصیت کردن اشاره می‌فرمایند. نکته حائز اهمیت این است که وصیت کردن به خودی خود امری مستحب است، اما اگر انسان حق اللهی به ذمه دارد، مانند اینکه نماز قضا یا روزه قضایی به گردنش هست یا خمس و زکاتی بر گردنش بوده، میبایست وصیت بکنه. یا اگر انسان حق الناسی به ذمه دارد، مانند اینکه به مردم بدهکاره یا امانتی در دست کسی داشته یا کسی در دست او امانتی داشته، در این موارد واجب است که انسان وصیت کنه. پس نکته مهم این است که وصیت کردن به خودی خود امری مستحب است، اما اگر انسان حق الله، حق الناس و موارد اینچنینی به ذمه خودش دارد، میبایست وصیت کند. موفق و مؤید باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خداوند متعال در آیات 180 سوره مبارکه بقره و 106 سوره مبارکه مائده به مسئله وصیت کردن اشاره می‌فرمایند. نکته حائز اهمیت این است که وصیت کردن به خودی خود امری مستحب است، اما اگر انسان حق اللهی به ذمه دارد، مانند اینکه نماز قضا یا روزه قضایی به گردنش هست یا خمس و زکاتی بر گردنش بوده، میبایست وصیت بکنه. یا اگر انسان حق الناسی به ذمه دارد، مانند اینکه به مردم بدهکاره یا امانتی در دست کسی داشته یا کسی در دست او امانتی داشته، در این موارد واجب است که انسان وصیت کنه. پس نکته مهم این است که وصیت کردن به خودی خود امری مستحب است، اما اگر انسان حق الله، حق الناس و موارد اینچنینی به ذمه خودش دارد، میبایست وصیت کند. موفق و مؤید باشید.